اینجا سیستم گیمینگ داریم با قابلیت ارتقا پذیری عالی. قطعات این سیستم شامل پردازنده کورای 5 14400F با 32 گیگابایت رم 6000 CL36، کارت گرافیک RTX 3060 Ti و مادربرد B760 پرایم A16. حالا از اونجایی که مشتری ما در آینده نزدیک میخواد سیستمش رو ارتقا بده، ما براش پاور 750 وات دیدپول با استاندارد ATX 3 بستیم تا توان کارت 4070 هم پشتیبانی کنه. همچنین واتر کولر دیدپول LS 720 رو براش انتخاب کردیم که تا توان 300 وات امکان خنک کنندگی رو داره و اینطوری در آینده میتونه با خیال راحت پردازندش رو به مدل های i7 یا حتی i9 ارتقا بده. این سیستم همین الان یه قول گیمینگ به حساب میاد و با راهی که برای ارتقا براش در نظر گرفتیم، کاربر میتونه برای سالهای آینده هم با کمترین هزینه و حداقل تغییرات همچنان بازی‌های روز رو با جزئیات زیاد اجرا کنه.